جوانان خیلی پرجوش و خروش بودن و طلب میکردن که به خیابان برویم. من جلسه ریاست دعوت کردم و با هم مشورت کردیم. اکثریت ریاست زید بود برای برآمدن، اکثریت قاطع، شاید 1-2 نفر طرفدار بودن. من تا آخر موقع خود را نگفتم در اون وقت. و بعدا خدا رحمت کند شهید حاجی عبدالحلیم نظرزاده که حالا متهم به آن است که گویا تبادلات، کشش تبادلات داشت ولی معلوم نیست که اون حادثه چی بود، به من زنگ زد چون ما دوستی داشتیم و زنگ زد گفت ما در کابینت وزیر دفاع به فکرم گفت نشستیم، وزیر هست و وزیرای قدرتی یک شتاب برگزار شده است و حالا خبر هست که حزب نهضت تظاهرات کردنی هست. یعنی حلقه یکم اطراف بینای شما با پلیس احاطه شده